تینجای فرود کردین مرا؟ ها تنجی چی گپ؟ خاک تینجای یا مرده که کپ کلان ایزونو میکشی ای بله میدونی تو یک ماشین مرا زنگیری ما دم زنی ما ایسمری اوسمری توبه که $2 جون یه تهمان نه که $2 $1 $1 گوش کن من همین راه دادم همین اومده گذشته سمدم که همین اومده برابر همین خدمت پاپانه که ولی من میرم پیش رئیس محله همشه گاو میزنم تمام قشلاقده اعلان میکنم که اقای کامل الان خیلی دست با هم خیلی کارایی بجوز زده سر $2 جون اینه میگه من رفتم $2 همین aynı filmde مرا شرمنده نکن التماس اندی چی خواهشی داشته باشی خواهشت اجرا میکنم مرا تهمت نکن $2 جون مرا تهمت نکن در نام صدقه چی خواهش داشته باشی اندی اجرا میکنم گوش که خواهی گوش که انا می بوشکی اتونو رو دیدی؟ هم سفیده سفیده کلان ایکو همو رو دیدی؟ اونجا ساتیلو رو دیدی؟ ساتیلو رو میری ایکویان خشلو انا ساتیلو رو میگیری میایی انا یک تون بوشکره پری او میکنی مایلش در نام صدقه مایلش پس که تو دی یک ساعت وقت شیت یه بار پیش من بیا نه ما دیگه نمیرم ساتیلو اوتون تمام شد چی؟ ساعتم 8 مردک مردک بخیر ساعت 8 شد بخیر ساعت 8 بخیر برا زوره برا اوچلت بسته گوچلت برسه دندان تا بکن خیر بخیر که دل جگر و خوردی همیشه بی در روز برای دندان همیشه همین دندان خوب کنیم نمون همیشه شام میشه چنون درد میقپه روز میشه دردش گم میشه همین خیلی مردک همین درد شام میقپه آدم بخیر برا بخیر ساعتم 8 شد 8:12 уже بخیر او پاوی دست گم هم شد کو ایت جزیر شده ای یگان روشنه دیگه اگه جوره میرم کبلت میکنیم شا میکنیم شا؟ واو ایلا دیگه نمیشه کاملا نکنم این جوره همی انا که اوکول میگیریم نه اکا جون التماس نمی اوکول نگی یا ایلاج که همیشه به اوکول بکن اکا جون یگم روحش باشه که این قطعی من کمام اوکول خدی همی یه وقت دیگه هم کان دادم یا چه اوکول کرده بود یا دکتری دیگه شبی در روز نیم علوی گفتم سیلا کنم که التماس ایت خواهش میکنم یگم روح دیگه شبیه اکا جون اخی ما اوکول برای فایده خودتون میگیم اخی اوکول میکنیم دندانتون کرخ میشه او زود میکنه میگیریم شا ما فهمیدم دکتر جان شما برای فایده من گفتین نه که من شما را فهمیدم که همه چیز مدن نمیگه ارگانیسم دو وقتی درد میکنه که جان شما اقلا عرق نداره که ما بخوام می کرخ شا بکنه اولی تو دو مگزین های عرق نه نداره مرا اقلا سپیر نداره سپیر بیارین که جان 100 گرم سپیر بیارین سپیر داره انا سپیر که داشته باشین بیارین ما میخرم کرخ میشه شما آزاد بکنین میشه دارم خیلی میشوه شید انا بشوه خوازی ما شما ده حالی به ما اینجا 100 گرم سپیر میارم کلو خیلی دفتیش بیسار کن انا کجون انا من سپیر تایا کجون ولی بیا که خبرسیم نکنداره ولی بیا که خبرسیم کلاش شاکجون دیا میره سراسیمان شو ولی بیا اونجا تا میکنی اکان کابینت بریم کابینت میکنیم اونجا جوی چی هست حالا که چی کرخ شده باشه میریم کابینت میکنیم ولی بیا کو کرخ نشده ولی اکجون نشده یا کم ترکی دیگه نیسته اسپید کم ترکی دیگه او کم ترکی دیگه باشه بیار اکجون اینا دردش مونده ولی درد داره ولی هم درد چی انا هنا کم تری دیگه انا این دفعه باید کرخ شوا ما همینجا ده یارو مالو بدون زردی جشم مکر رحمت دکتر جون
هیچی کراخشی؟ ها چوه؟ اولی کوبی خواهد دکتر جان یا 100 گرم دیگه نمیاری؟ 100 گرم دیگه بری ممکن خوشو کراخ شوه اولی او خم نشیده؟ نه اولی هم دارده نه دارده اولی هم دارده شی دوزی وزیر هلا این اکا جون انا اکا جون رفتم دندانتو در کبینت بکنم برای چی؟ چه برای چی؟ و گفتی که سپیر بیار بزنم دندانم کرخشم باید بگی بکن انا برای همون رفتم دندانتو بکنم دندون کی رو میکنی؟ و دندانی تر آخی واه این دندونی من تو دا به سرعی باید کی میکنی؟ اوه مردک ما توکای ایره نصیحت کنم اینا با تلفنش کشتگیه اوف اول بیس اول تا خونه بیو متر بگه چیکار میکنم اول بی باز بیستو همسویا السلام علیکم علیکم سلام تینجا تا نصرینو تو نیسای نصرین یک جان اینه مردک هم میگم چو کده؟ ایدی نه بگو ماهی قپی گفته برامده خونه این ایروس شده اولی هم نامده خونه زنگش میزنه تلفنش کشتگی اینه این انیق پیش کدام عروسی رفتگی تلفن کده چه شما؟ کشتگی ایدی نه کشتگی کجا رفته؟ ماهی قپی گفته برامده بود خونه اینا ایروس شده اولی هم نامده این انیق عروس داره برای که در تلفنش ما کانتاکت عروس دیده بودم نه وای اگه در مردکو رو خیلی گناهگار نکنه شما پشتیش نگیر همسایه و هم خیلی ایاز به من بگه او بیا من او را چیکار میکنم بگه نه نسبت شوهر آدم میگه که خیلی دل نیتی بد در اون میکنه مقصد فکری بد نکنه خیلی آدمی راه دور ده یگام جو خیلی آدمی او چی در کار یگام خیلی نیتی بد نکنه نسبت شوهر من نیتی بد نکردم آخه انیق پیش عروس رفتگی من 100% خودم باور دارم که پیش عروس رفتگی او خیر رفته کی وای موی قبیده که رفته باشه اگه شما با 1 کیلو 2 کیلو ماهی سیر نمیکنه این بوزبالگی رو بینه آخه ممکن شما درگم نهنگ میقپا همین رشت گرم تو بخشش بخشش همون را کفتایم رو مده قطعه مشخی کردی بخشش عذر خیلی که الهام مون اومد خیلی که دل نتی بد نکنه نسبت امو یازنا چی در او بگه بیا ما خونه را چیکار میکنه او را ما خونه سر میکنه مال بسته نظمش عروس بازیش دل نتی بد نکنه اكيد آدمگری گفتن یکی رفته کی یازنا را او بردگی